چی؟ هوا ازدواج کرده؟ نه که شما ایگه پس خواهرتان پنهان کردین. چرا باید پنهان کنم ها؟ به خدا قسم هم از هیچ چیز خبر نداشتم آقا رشید. ایره به ما بتن که به هوا زنگ بزنم بپرسم که چی گپ است. یک خواهش داشتم اگر میشه امشب خانه نیایین. درست است، اما چرا؟ راستش خواهرم بسیار زیاد مریض است. راست میگی؟ یعنی مریضیش از سابق بود اما به خاطر که زیاد توجه نکردیم حال مریضیش بسیار شدید شده. بیا از روزی که پلیسا آمده بودن تا صبح در باغچه منتظر بود بیچاره. چی به دست آورد؟ وقتی به احتیاطی کنی عاقبتش همین است. خدایا این وضعیت مرا ببین. بچه ما اوی سر کردن نمیتونم. از اما روز اول برش دروغ گفته رفتم. تو برام صبر بده خدا. خوش آمدین خانم سلطانه. اگه خواسته باشین همیاله بریم. هیچ جای نمیریم. من شما یک سوال میپرسم. خوب است، البته بفرمایین. این گپ غذا خوردن دیگه از کجا شد؟ حالی که وقتی چاشته از غذا خوردن بهتر خود باشه خانم سلطانه. مقصد من این نبود. ای که چرا میخواین با هم بیشتر آشنا شویم دلیل ای را برام بگوین. پس با پرسیدن ای گپ آمدین؟ یا نمیخواین که برین امت نیست؟ شما چی میگین ها؟ راستش میخواستم که در این مورد وقت غذا گپ بزنیم. این قسم استاد پای خو نمیشه. چرا به سوال ما جواب نمیدی؟ ها؟ چرا سر اصل موضوع نمیاین؟ مقصدتون چی است؟ میخواین اعصاب من خراب بسازین؟ بگوین این چی وضعیت است؟ مثل دخترها و بچهای جوان دید و دید به ما میزیبه؟ اگر راست بگوین میزیبه. میفهمین بزرگا چی گفتن؟ محبت پیر و جوان نمیخواه. پس اینطور است. تو میخوایی مرا بشناسی ها؟ ها درست است. مگه پای خدا بر شما میگم بعد از او اگه قبول داشتین رفته باز غذای خدا میخوریم. خوب است. خوب گوش کنین. من از خدا یک طرز زندگی دارم. شنیدین چی گفتم؟ زندگی خدا قسم سپری کردیم که به خاطر خوبی خود از هیچ کار دریغ نکردیم. قسمی که میفهمین من دروغگو هستم. شما چی میگین خانم سلطانه؟ حالا خانم سلطانه را بانین. من میگم شما گوش کنین که مم راحت شوم دیگه آقا رشید. در مورد عروسی هوا از اول خبر داشتم. وقت شما ازم پرسیدین من نفهمیدم که چی جواب بدم. هنوز تمام نشده. یلمازم قسمی که شما میفهمین او در قصر راننده نیست. او بچه رسما بیادر اصلی یوسف خان است و تمام اینام. چی؟ گفتی بیادر یوسف است؟ امرای محمد گپ زدم بسیار به تشویش یوسف هستم. در نیمه راه دفعتن از موتر پیاده شده. کجا رفته؟ چی میکنه؟ در چی وضعیت است؟ اگه به قصر بره خالیم حتما برام خبر خواهد داد. سلام، این عکسای شماست، نمیخواین بگیرین؟ عکس چی؟ اینا را چی وقت گرفتین؟
میخوایم زنده باشین. ناق زحمت کشیدین برادر. مهم نیست. باز اگه میخواستین برام خبر بتین. خالیم است. به نظرت یوسف آمده باشه؟ بله خاله. کی برش گفته؟ سوال نپرسو، زود پس بیاین. درست است خاله، درست است. قطع کنین میاییم. چی شده؟ مادرم خبر شده که تو بیادر یوسف هستی. خالیمم داخل خانه اجازه نداده. باید امیال بریم یلماس. برات گفتم که اینا را بان. ما میخواستم بانمشان خانم منور، اما چی کنم؟ شما میگین اتاق مسئول، میگن که خالیش کو. اوف، یک بار میگن در اتاق کار میباشیم، یک بار میگن در تخت بام میباشیم. به خدا حیران مندیم من زودتر کدام کار کنم. اگه اتاق تخت بام میخواین باید امرای خاله سلطانه گپ بزنن، اونجا رو بگیرن. اتاق مرا چی کار دارن؟ پس درست است، با سلطانه خواهر گپ بزنید. اینجا چی جریان داره؟ ها؟ کم مانده بود که از مویا یکی دیگه گرفته جنگ شروع کنین. تو به خدایا پنار اینا را مستقیم به تاکاو ببر، فهمیدی؟ خاله سلطانه گفته بود که وسایل بیاری. خدا جزای کلتان خواد داد. خدایا صبر بتی برم. بفرمایید. اینا را به کجا بانیم خانم؟ از هر جایی که آوردی همونجا ببریش. شما چی میگن خانم؟ این چه قسم کار است؟ چقدر زحمت کشیدیم، خسته شدیم. وقتی می آوردین از ما پرسیدین؟ لطفاً اگه میشه اینا را در اتاقی که در دست چپ تخت بام است ببرین بانین. تو هنوزم در خانه هستی؟ به شرکت نرفتی؟ نه خیر، من از کار استفاده دادم مادر. خوب کردی. بی از او رفتنت اشتباه بود. با باده زنگ میزنم، تلفن خدا جواب نمیده. بیادرتم درک نداره. به شرکت زنگ زدم، فقط کلشان زیر زمین رفته باشن. نمیفهمم. منور، با لیاز خدا کمیان به خانواده توجه کو. ها ای چی حال است و چی خود شد؟ کمی فکر کو جانم. نه که تو میفهمی که اونا کجا هستن. مادر گفتم که نمیفهمم. شما تشویش نکنین، از بیادرم جدا نمیشه، حتما بازم با هم هستن. با مسائل که منور نه که امرای باده جنگ کردی چطور؟ نه خیر مادر جان. ایره بیبی در این خانه امرای هیچ کس گپ زدن نمیشه. کلشان در یک هوای دیگه هستن. اینجا را بیبی کاروان سرا جور کردن. خلاص شد دگام چیزی را میارین؟ احمقا تو به خدایا. آی اعصاب من از دست خود دادم. با خدا اعصاب من از دست خود دادم. تقریبا 2 ماه هست. تپش قلبش زیاد سری نیست؟ نه خیر، تپش قلب طفل از ماکده سریعتر می باشه. خب رشد طفل چی بفهمم؟ در کل تمام چیز طبیعی و عادی است؟ شما هیچ تشویش نکنین خانم باده. رشد طفلتان کاملا عادی است. حتی اگه خواسته باشین میتونه کاملا مناسب است. چی شده خانم باده؟ نه که ما کدوم گپ اشتباه گفتم. کمی ناراحت است و با ما شما دا قصهش ناشید. این طفل همه چیز ماست. نباید ایره چیز شود. اگه ایره چیز شود ما همه چیز ما از دست میتون. خانم باده در قدم اول باید آرام باشین. میفهم بسیار با تشویش هستین، وضعیتتان درک میکنم، اما اینقدر هیجانی شدن هم با شما و هم با طفلتان ضرر داره. اولین توصیه ما با شما ای است که از هر قسم جگرخونی دور باشین. همچنان با خود زحمت. در جایی که او دختر باشه من نمیرم. این گپ به هوا ارتباط نداره. او خانه از مام است.
تو چطور جایی را که او دختر باشه اونجا را خانه گفتم میتونی یوسف اگه بریم چی میشه؟ فکر میکنی اون ما را راحت میمونه؟ اونجا راحت خود بودیم؟ گپ قابل بحث نیست بالا. ما به خانه میرم. تو همراه من میایی یا نه؟ یوسف ما حامله هستم. طفل ما را در بطن خود پرورش میتو. فراموش نکن ما باید از جنگ و جدال دور باشم. دازم تو برام وعده نکرده بودی که مرا تنها نمیمونی و هیچ وقت ازم دور نمیشی؟ من نمیخوایم تنها بانم. بهت میگم به خانه بریم. خودت میفهمی دیگه برای چیزی نمیگم. بفرمایین بیا اینجا بشی بچه. شما نقیق زحمت کشیدین. داد سایتان برکت واقعا بسیار خوشمزه معلوم میشه. همراه آقا رشید یک جای شده یک اون چیزا آماده کردیم. نوش جانتان. خاله مادرم خود خبر دارن نه؟ داره. به خاطر رازی ساختنش آب دهن ما خشک شد. آن شریف هم آمد. بیا خواهر بیا بفرما. سلام مادر. بسیار خوش شدم که نرفتین. ما بدون شما چی میکردم؟ تشکر مادر جان نزدیکه. ما واره تنها نماندین. زود شوین دیگه شوربا سرد نشه. بفرمایین. تو یک بار داخل بیا میخوایم همراهت گپ بزنم. خوش آمدین یوسف خان. آمدی بچیم؟ ولی مادر باده کجاست؟ یا که تا هنوز در شرکت است؟ او گفت که نمیایه. اما چرا؟ بلیاز خدا بچیم تو عقل خود از دست دادی؟ زن حامله را چطور اونجا تنها موندی؟ مادر گفتم بیا نامد. اینجام خانه ما است. به خاطر او نمیشه خانه را رها کنم. او دختر بیچاره راست میگه. این خانه دیگه خانه گفتن همیشه. بی برات چی میگم؟ اگه کدام جای دیگه برین چطور ها؟ به خانمتان خوب است. به خاطر هیچ کس ما این خانه را ترک نمیکنم. بادا یک زن هوشیار است میتونه خودش تصمیم بگیره. جمیله با مراد بگو که موتر را آماده کنه دخترم. میخوایم بدون حاشیه روی برات بگویم یگانه خواستم خوشبختی توست دخترم. در قصه دیگه کسام نیستم. هرچند فهمیده نتانستم که چرا او آدم انتخاب کردی، اما مانع تو هم شده نمیتونم. تو را یک بار چیزی نشه به خاطر که جگرخون نشی هر دقیقه به تشویشت هستم. میفهمم مادر جان، میفهمم، اما تشویش نکنین. بعد از یوسف به من ضرر رسانده نمیتونه. مطمئن باشین. بیبی بازم نام یوسف پیشم گرفتی دخترم. درست است. دیگر نامش هم نمیگیرم. قول میدم، قسم میخورم. کافیست که به من یک فرصت دوباره بدین. یعنی سکوتتان علامت رضایت است؟ پس اجازه بدین ببوسمتان. حالا بخیز همگی باشه کم گشنه منتظر ما هستن. چی شده؟ کدام خبر برات آمد؟ یلماز از پایین برام پیام روان کرده. عجیب معلوم شد. بیا که بریم. بسیار خوب. بشینین مادر جان.
چی میگن؟ شوربا رو بیارم دیگه؟ خاله با اجازه تان پیش از شروع میخوایم چیزی بگویم. از ای که یک خود به زحمت ساختین. واقعا بسیار زیاد تشکر میکنم. آقا رشید زنده باشه. وعده میتونم که از دخترتان محافظت میکنم. هنوزم به وعده خود پابند هستم. با اجازه تان. هوا معلوم دار است که دل مادرت بسیار شکسته. درست از گپ میزنه، امرای ما میشینه، اما هنوزم بسیار جگرخونه است. میفهمم یلماس، من سر خود قار میشم، اما نمیفهمم که چی قسم و چی رقم دلش بدیس بیارم. راستش من یک مفکوره دارم، اما مادر، یلماس براتون کدام گفتنی داره؟ مادر جان، ما و هوا فقط در نکاحخانه ازدواج کردیم، اما اگه اجازه و خواست شما باشه مادر جان، در بین دوست و اقارب یک محفل عروسی بگیریم. گفتی عروسی بسیار خوب میشه. آفرین داماد، کاملا گپ دل ما گفتی. در ضمن همگی از عروسی ما خبر خواد شدن. نظرتون چی است مادر؟ راستش چی بفهمم؟ چرا نمیفهمین خانم شریفه؟ اگه خواسته باشین محفل هم اینجا در باغچه میگیریم. وای بسیار خوب میشه. پس حالا که نیتش کردیم هر چه زودتر شروع کنیم 2 هفته بعد عروسی برگزار کنیم. سلطان خواهر، با نظرت رسیدگی میتونیم؟ چرا نمیتونیم خواهر جان؟ وقت دست به دست شدیم هیچ کار بر ما مشکل نمی باشد. زنده باشی یلماس، به خاطر تو مادرم لبخند زد. زنده باشی. بفرمایین شروع کنین. بفرمایین نوش جانتان. وقت من در بالا بود و محمد برام پیام روان کرد که یوسف به قصر برگشته. از بین مهمانایتان میخواستم همراه هوا کاراگل گپ بزنم. ببخشین خانم، اونا امروز بیرون شدن. زنده باشین. تشکر میکنم. باده جان دخترم. خوش آمدین مادر جان، بیاین بشینن. نه خیر جانم، میفهمی ما اینجا به خاطر شیشتن نامدیم. حتی تو هم نشی به خاطر که ما پشت تو آمدیم. خانه بریم. باده جان میفهمی که یوسف پس خانه آمده؟ بیازو و هوا خانم هم امشب میایه. بله، ما هم به خاطر همیگه پشت تو آمدیم. نه خیر، در جایی که او باشه من هم میایم. باده جان زیاد جگرخون شدی، خسته شدی. ما تمام گپا را خوب میفهمم، حتی خود کاملا متفاوت حس میکنی. اما نباید ای قسم فکر کنی دخترم. ای گپ هرگز فراموش نکنی که یگانه خانم او خانه فقط تو هستی. بیبی باده جان، زندگی به ما یک چیز مهم آموخته که اگر ای قسم میدانه ایلا کنی دخترم، باز رو با هم خدا سلطان جنگل فکر میکنن. بعد از او
باز دور ساختن ای خیالاتشان بسیار مشکل می باشه یک دانیم. به او خاطر بهتر است که در کنار شوهرت باشی. در ضمن تو چرا تشویش میکنی؟ جای و مقام تو معلوم است. تو خانم یوسف هستی، خانم او قصر هستی جانم. در بطن خود طفل او را حمل میکنی. خب پس تو چرا تشویش میکنی؟ باید به خاطر بودن تو اونا احساس جگرخونی کنن. بیا دیگه یک دانیم به مکان اصلی خود برو، در کنار شوهرت برو. یک کمه به گپ من گوش کن. امروز کارا چطور بود بچیم؟ یوسف کمی مصروف بود پدر، اما ما و باده پیش بردیم. منور دخترم، خبر دارید ای وقت غذا مادرت کجا گم شد؟ نمیفهم پدر جان، از خانه بیرون شده اما به کسی نگفته کجا میره. توبه توبه. آی خوش آمدین خانم. میفهمین از دیدن شما بسیار خوش شدم. خواهر بسیار خوش شدم که این میدانه به او کورموش ایلا نکدیم. به خاطر این گپه گفتم که ما فقط شما را به صفت خانم قصر قبول داریم، از این خاطر تو گفتم. خب ایره بگو دگرها کجاستن؟ در داخل سر میز غذا هستن، منتظر شما بودن. بریم. آی نوش جانتان. زنده باشی خانم بیادر. کجا بودی حمیده؟ باید کجا می بودم یلماز خان؟ عروس ما را به خانه آوردم. تو با من نگفتی که نمیایی؟ به خاطری که تو ازم خواستی ما هم آمدم. دازم به جایی که من از آمدن اونا ناراحت شوم، اونا از آمدنم ناراحت میشن. اما اینجا خانه ما است. آی بسیار گوش نشدیم، راست میگم. ها بیاین که شروع کنیم. بنار دخترم بیا غذا را تقسیم کو. نشد. گفته بودم بدل جمع غذای خدا بخوریم اما بازم نشد. نوش جانتان، نوش جانتان. بزو اینجا تمام خانواده یک جای هستیم. خواستیم از رفتنتان تجلیل کنیم اما همون تو که میبینین نتونستیم. شما تشویش نکنین حمیده خانم. ما هیچ جایی نمیریم. هوا دخترم چی شد؟ کاملا دختر فیلم شده. میبینیش نه؟ هر دقیقه بیال میشه و خودت از زمین مندازه. یک گلاس آب بیار خاله. حمیده بگی. هوا برش. تو خوب هستی؟ گپم رو میشنوی؟ میشنوی چی میگم؟ تو را بسیار دوست دارم هوا. تو همه چیز ما هستی.
خوب هستی؟ درست است من متوجهش می باشم. دفتن مرا چی شد؟ به حال شدی دخترم؟ خوب هستی؟ باز میدیم درد میکنه. بیا که به یک شفاخانه بریم. ساعتش خوب معلوم نمیشه، ما باید دکتر زنگ میزنم. بسیار خوب. درست است من کار لازم انجام میدم. پنار اتاقش آماده است؟ چقدر زود بیحال شد و چقدر زود به هوش آمد. من خو هیچ نفهمیدم. به هر صورت اگر نمایشتان ختم شده باشه میتونیم به غذای خود ادامه بدیم. حالا نوش جانتان. بشی. وقتی بیحال شدم یوسف یک گپ زد. چی گفت؟ چیزی نگفت، فقط صحتت پرسید. مرا چی شد ها؟ او دو چشم که در روی حمیده است او چشم نیست، نظر شیطان است. بیبی چطور؟ دختر من نظر کرد. تو خوب هستی؟ گپ من میشنوی؟ میگه تمثیل میکنه زن احمق، اما ما او روی قسم نمیمونم. در قصهش نشو خاله. شکر که همه چیز به خیر گذشت. یک دکتر شناسا دارم، با آقا اسماعیل زنگ میزنم. یک دکتر بسیار لایق. خیر خاله ضرور نیست، من خوب هستم. نه خیر، زنگ بزن خاله. امروز صبحم چند بار معده‌اش درد گرفت، حتما سرما خورده. پس من زنگ میزنم. بله آقا اسماعیل، سلام، چطور هستین؟ من سلطان هستم، از قصر خانجی اغلاها زنگ زدیم. شما وقت دارین؟ یک مریض داشتیم، خواستیم بپرسم که به قصر آمده میتونین؟ نه خیر خانم حمیده، نه، صحت خارزاده ما کمی خوب نیست. درست است، درست است. زنده باشین، زنده باشین. خداحافظ. میایا؟ طالع داشتیم، در خانه بود، چند دقیقه بعد میرسم. حال خوب هستی؟ خوب هستم اما هیچ نفهمیدم. اول چشمایم سیاهی کرد، بعد از اون معده‌ام درد گرفت. من خود نفهمیدم. حتما کدام غذا سرد بد خورده هوا. نمیفهمم. دخترم یکمه از این قورمام بخو، با طفلتان بسیار خوب است. راستش بسیار کار خوبی کردی. آفرین به تو، دختر هوشیاری هستی. خانه خود اعلان نکردی، شوهر خود تنها نماندی. کار خوبی کردم مادر. پس چی میکردم؟ نمی آمدم تا اونا خوش شون؟ به هر صورت ما باید متوجه کار خود باشیم خانم بیادر. منور دخترم، میشه همو بشقا ببریم بتی؟
اما ما یک چیز نفهمیدم. تو از اوضاع اینجا جگرخون نیستی و به خاطر جگرخون ساختن اونا اینجا آمدی، اما تو نیست؟ کاملا درست گفتی محمد جان. بسیار کار خوب کرد. بیبی همی که تو را دید چطور بیهوش شد؟ هیچ کس از این حالت راضی نیست، اما این قسم هم گپ نزنین. این گپ آدشان شما نیست. کجا میری؟ تو گپ مرا گوش کن دخترم. با آرامیت ادامه بده. تو موفق خواهد شدی. خانم حمیده؟ میبینم از وقتی که پشت همه را گرفتی و بخیلی میکنی این شیطان بسیار خوب شده. بله درست گفتی. ما میترسم که بیشتر از این وزن نگیرم. برات بالشت بانم؟ وقتی تو دفتن به حال شدی زیاد ترسیدم. مامش نفهمیدم که دفتن مرا چی شد. اما حال خوب هستی نه؟ خوب هستم، تشویش نکن. مرا چیزی نشده.
همراه خالیم بیرون میرم، کمی قدم میزنیم پس میاییم. تک تک بزن. به نظرم اتاق دروازه نداره. برای بردن لباسای چرکتان آمدیم. لباس چرک نداریم. وقتی بود ما برات خبر میتیم. درست است. صبح بخیر ملکی قصر. صبح بخیر. شما بسیار وقت آمدین، تا هنوز منشی خانم تشریف ناوردن. میفهمیم ما اینجا به اساس نوبت نامدیم، فکر کردیم اگه از همه اولتر بیایم شاید بتونیم دکتر را ببینیم. خودتان میفهمین. شما در محفل ناماده بودین. والی صاحب زنگ زده بود میخواست ازتان بپرسم اما موفق نشدن. خیرت باشه. با محفل نامزدی نمیاین چطور؟ شما چی میگین رئیس؟ اما به منشی گفته بود حتما فراموش کرده که براتون بگوید. راستش یک کار مهم برام پیدا شد. بعض وقتایی گپا میشه. راستش در این وقتا وضعیت شما هم خوب نیست. کل چیز واضح است. اما والی صاحب خفه خواهد شدن. باید دعوت قبول کنین. خان صاحب ما تو نیست. البته حتما خانوادیم به محفل میان، هیچ تشویش نکنید. ای امروی کی گپ میزنه؟ خوب دیگه فعلا خداحافظ، با امیدی دیدار. تو به خدایا. از پدرت بپرس دخترم که میخوای خانوادیش کجا بره. وقت از طرف ما وعده داده به تشویش شدم. خانم محترم، امشب محفل نامزدیه دختر کلان والی صاحب است. ما انسان هستم، فراموش کردیم. وقتی رئیس ابجاد اصرار کردن مجبور شدم قبول کنم. نه خیر آقا، نه خیر. ما امشب هیچ جایی نمیریم. تمام مردم ارگوف از زندگی کردن حواده خانه خبر شدن. حتما کلگی پشت سر ما غیبت شروع کردن. نه خیر، ما هیچ جایی نمیرم. یلماس خان مادر جان، اصل اگه نریم بد است. اگه نریم مردم گپا را راست فکر خواد کردن. یعنی ما چیزی به پنهان کردن و شرمیدن نداریم. البته دخترم، اما صبح بخیر. گوش کو یلماس خان، چطور است که در محفل امرای بچه و عروس خود بری؟ اینام عضو خانواده ما گفته میشه. محفل چی؟ ایره میبینین؟ وقت نام دعوت گرفتین چش. اگر شما موافق هستین همراه اوا گپ میزنم. خوب خواد بود، او هم خوش میشه. باور که قسمی بسیار بهتر میشه. آی بسیار خسته شدم. دخترها اینا رو به اتاق ببرین، باز به ما 2 قهوه بیارین. درست است؟ بیا که به تخت بام بریم. بسیار چیزای مقبول خریدیم، اما تو نیست. تو مقبول ترین دختر او محفل خود بودی. بچیم، تو هنوز نرفتی؟ نه خیر، در خانه بودم. آی به خانمت قدر لباسای مقبول خریدیم که هیچ نپرس. به خاطر حاملگیش کم چاق شده اما بازم بسیار برش میزیبه.
جان یک دانیم بچی مرا چی شده؟ یک دانه مادر کلانش بیا که داخل بریم، اما گریه نکنی جانم، گریه نکنی جان مادر کلانش، قند مادر کلانش. خوب دیگه داخل بریم. حالا یک دانیم توران جان. بیبی با طفل ما ای گهواره را انتخاب کردم. اگه تو خوش داشته باشی باز دیگه مغازه را میبینم. بسیار راحت معلوم میشه. همونطور نیست؟ وکیل زنگ زده. دختره به یوسف خود چیزی نگفتی؟ هیچ معلوم نیست که تو چی میکنی. از تشویش کم بود که بمرو. ما باید امیاله برام. وکیل چی میگفت؟ میگه بیا باید از نزدیک گپ بزنیم. خوب بس عجله کن که شب باز بیرون میرین. همه تو نیست؟ آها شب چی برنامه داریم؟ کجا میریم؟